سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام یه VPN پرسرعت برای کسایی که از اینترنت مخابرات یا همون وای فای استفاده میکنن رو بهتون معرفی کنم. اول بریم طریقه استفاده از این VPN رو با هم دیگه ببینیم و بعد یه تست سرعت ازش بگیریم و در آخر طریقه دانلود این VPN رو بهتون آموزش میدم. خب اول که وارد این VPN میشید ممکنه یه مقداری زمان ببره تا وارد نرم افزار بشه و وقتی که واردش بشید یه همچین صفحه‌ای رو مشاهده میکنید که برای متصل شدن به این VPN فقط کافیه روی این آیکون یه بار کلیک کنید، بعد یه مقدار صبر میکنید تا VPN متصل بشه. این VPN تبلیغات زیادی بهتون نشون میده ولی ارزشش رو داره چون واقعا از سرعت بالایی برخورداره. خب وای میسیم تا تبلیغش تموم شه. خب تبلیغ تموم شد، حالا بریم یه تست سرعت از این VPN با هم بگیریم. برای تست وارد یوتیوب میشم. سلام خوب کدوم این این یوتیوبر. خب دوستان، همونطور که مشاهده کردید این VPN از سرعت بالایی برخورداره. برای دانلود این VPN من لینک دانلودش رو هم توی کامنت های این ویدیو و هم توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم، ولی خب خودتون هم به صورت مستقیم میتونید این VPN رو از فروشگاه پلی یا همون گوگل پلیتون دانلود کنید و کافیه فیلتر شکن ببر سیاه رو سرچ کنید و اولین VPNی که براتون میاد دقیقا با همین آیکون و با همین اسم دانلودش کنید. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی بدرود.